بسم الله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دعای بهترین به ما و شما همچو تعلیم، همچو یک پدر مهربان میفرماید که به سوی الله مهربان پناه برید از اون زنایی که پیش از آن که شما به پیری برسانید آنها شما را پیر کنند. یعنی به سوی خداوند متعال پناه برید از اون زنهای بده که پیش از این که شما به سوی پیری برسید اونها شما را پیر کنند. نگاه که پیامبر ایران در صحیح البانی رحمت الله علیه روایت میکنه حدیثه. این حدیث بهترینی است که برای امت اسلام امروزه هست. بسیاری جوانای هست شکایت ها میکنن از اوی که دشنام میدهیم، مقصد زنها را دشنام میدهیم، زرد کوب میکنیم، مقصد لط کوب میکنی، از اون در بهتر اینه که در حقش دعا کنیم که خدای مهربان چکو کنه از بدی اونها به سوی خدا پناه میبریم و دعا کنیم که خدای اونها را اصلاح کنه، اونها را زنهای بهتری کنه. چگونه که در حق پدر و مادر دعا میکنیم، در حق زنهای خودم دعا کنیم که خدای مهربان اونها را هدایت کنه. و دیگر اینکه زنها هم ایراد نگیرن مادرها خواهرها که پیامبر این دعا را کرده، اونها هم میتونن که شوهرهای بد دارن به سوی خدا از اون شوهرهای بد پناه برن و به درگاه الله دعا کنن که شوهرهای بد برای راست هدایت کنن. این دعایی است که از پیامبر به ما و شما همچون یک رفیق غمخوار روایت شده است. به همین خاطر از خلق زن بد به سوی خداوند متعال پناه بره و همیشه کوشش کنه که دعای نیک کنه که الله متعال همگی را هدایت کنه. خدای مهربان